با اینکه میدونم همه تو از این اینترو براتون میاد، ولی سلام، خوش اومدید به یه ولاگ دیگه. ما امروز داریم میریم کوهنوردی. واقعیتش اینه که از صبح که بلند شدم تقریبا یک ساعتی دنبال بهونه میگشتم که بپیچونم این برنامه‌ای که خودم گذاشتم و کوهنوردی و نرم و اینا. حالا بهتون نشون میدم برای چی، به خاطر اینکه تا اونجا کلی راهه و احساس کردم روز تعطیل آدم باید بشینه تو خونه کاری نکنه دیگه. ولی بالاخره از جام بلند شدم و اومدیم به این هایک. الان وسطای راهیم، میخوایم ساعت چنده؟ ندارم ساعت حالی شد گوشیم نگاه کنم چقدر بد ظاهر شدم. ساعت 10 و 5 دقیقه است. ما تقریبا یه 2 ساعت دیگه فکر کنم راه داریم تا برسیم به جایی که تازه میخوایم بریم کوهنوردی. الان اومدیم غذا بخوریم. توی سفری که اومدم حسین و سپرم همراه من هستن. الان رسیدیم به یه جایی به نام اسکوامیش. قراره یه غذایی بزنیم و بعدش راه بیفتیم بریم به سمت هایکمون. واقعا نون پنیره دیگه، یعنی علنا نون و پنیر گرفت. چون میخوای اینو بیاری من اینو بیارم. این سنگین تره. این سنگین تره. خب اینو برتر کن. این راحت تره. ما رسیدیم به جافری لیک. الان اول در کوه پایه هستیم. میخوایم شروع بکنیم هایکمونو. 12 و 38 دقیقه است. آنتنم ندارم و اینه که بده. بریم ببینیم چی میشه دیگه. تو این مسیری که داریم میریم اول میرسیم به لیک. اول 3 تا دریاچه هست تو 3 تا ارتفاع مختلف. الان اینجا میبینیم براتون زده نوشته. یه کپسول اکسیژن رو بردیم. خب دارید اشتباه میرید دیگه. آره دیگه، ولی ما نمیخوایم بریم لور لیک دیگه. ما میخوایم بریم آپر لیک. چی؟ درستش اینه که نگاه نکن. آره. ولی من یه تیکه رو با صدا میزنم همه بدونن داستانشه. این بچه های ما رو اگه میبینین خیلی انرژی دارن و الان دارن صحبت میکنن و میگن میخندن، فقط به خاطر اینکه ما هنوز به سربالاییش نرسیدیم. تا 5 دقیقه دیگه بچه ها میافتن به نفس زدن و موقع براتون ویدیو میگیرم ببینین شیطونه چی شدن. یه کاری میتونی بکنی بریم پایین میشه ها؟ خیلی نمتر شد. این دفعه دیگه باید یه تبر با خودمون بریم. باشم اون تو لنز آفرات چم داری اینو هم میزنی. سپر پشماش ریخته. سپر پشماش ریخته.
داشت این حرکت واسه حضرت سلیمان هم خوب بود. ما تقریبا هممون دیگه کم آوردیم. اولش که دیدیم ما مسیری که قربیم بالا تقریبا 4 کیلومتر. فکر نکنم بیشتر از 1 کیلومتر شما اومده باشیم. بچه ها همه تقریبا ترکیدن. من خودم خیلی خستم، ولی احساس میکنم دقیقا برای همین هست که میای دیگه. میای که ببری ولی به خود نشون بدی که میتونی دیگه. این خیلی مهمه. ما فکر کنم یه نیم ساعت دیگه راه اومدیم. همچنان هیچ تابلویی نیست که بدونیم چقدر دیگه از راه مونده. هر مثلا نیم ساعت یه 5 دقیقه میشینیم استراحت میکنیم که بتونیم بریم. چیزی که بچه ها گفتن اینه که با آدمایی که دارن میان پایین نگاه کنید، چون ما یه مسیره همونایی که رفتن بالا از همین راه میان پایین. واقعا شرایط فیزیکی خیلی هاشون خیلی بدتر از ماست، ولی خیلی راحت تر از ما دارن میرن و میان. اینه که بده. ورزش کنید، دور خدا ورزش کنید. Ladies and gentlemen, we have arrived. Second lake. دیدی؟ تکون خورد. ما از لیک دوم راهی شدیم به سمت لیک سوم و لیک آخر. تا اونجایی که یادمه این مسیر به مراتب کوتاه‌تر بود. و الان بچه‌ها خیلی دیگه ریلکس دارن میان دیگه. اصلا نفس‌ها برگشته، همه قوی، همه پر انرژی. آره همه الان دوپامینا ترشح شده دیگه. اصلا هیچ کس نمیخواد برگرده. ایشالله دفعه بعد باید 45 دقیقه بگیم. شما دارین نماد اکبر جوجه صحبت میکنین؟ خجالت نمیکشین؟ چرا خجالت بکشیم؟ بریم یه غذای مشتی بزنیم. این همه سوزوندیم، یه ذره بذاریم جاش. این بچه داره از دست میره، کلی کالری سوزونده. آقای دکتر راضی بودی از مسیر؟ آن راستی من اینو نگفتم. وایسا ببینم، وایسا دقیقه. اینو میبینید؟ اینو که این نه دقیقا این همونی که نگران امتحانش بود، امتحانشو پاس کرد. الان چقدر وقت دیگه امتحان داری؟ یکی دیگه؟ 7 ماه. 7 ماه دیگه بدبختی دیگه دارم. بفرمایید. یکی کف دستت؟ برای من؟ آقا میگن نداریم ما. نه. اما شو دیگه میخورد یه فیلم بگیرید دیگه. خب خوش منگون نمیگیره. اونم داره میگیره. داشتم اینو میگفتم. ما اولش که صبح بلند شدم خواستم بیام، واقعا شاید یه 40-45 دقیقه دنبال بهونه میگشتم که چی بگم که نیام، چون خودم برنامه‌شو چیده بودم. ولی دیگه تو رو درواسی با خودم اومدم و واقعا خوشحالم که اومدم. اگه نمی اومدم احساس کنم خیلی از دست خودم ناراحت میشدم که چرا نیومدم. ساعت 12 شب یهو تصمیم گرفتم. آره برنامه ما هم دیشب ساعت تقریبا 12-12:30 شب اتفاق افتاد. یعنی اینطوری نبود که از قبل برنامه‌شو چیده باشیم. احساس کردم که این ویکند نه خودم زیاد کاری داشتم نه سپر کاری داشت. از حسینم پرسیدم، حسینم کاری نداشت دیگه. گفتم بچه‌ها همه بیان
و فکر کنم همه خوشحالن از این تصمیمی که گرفتن. چی فرمودن؟ Nothing good happens after 12 o'clock. همین جریان توی که میگی تصمیم گرفتم 12 شب بود. بله. ما یواش یواش بریم که برسیم به پایین. مثلا پایین رفتن دیگه بریم دیگه، کاری نداریم، شب میشه. آقا پایین رفتنش راحته. بس یه بارگیری بکن. با پایین رفتن خیلی راحته. دوستان عزیز سلام. از آخرین شاتی که دیدین تقریبا داره 2 روز میگذره و تلفن من امکان نداره زنگ بخوره، ولی زنگ میخوره. دیروز ما فقط به ریکاوری گذروندم. پاهام درد عجیبی میکرد که منطقیه دیگه، کوه رفتی بالا بعد از کلی مدت زمان، برای همین ممکنه پا درد بگیره. ببین اولین موضوعی که میخواستم در موردش صحبت بکنم اینه که چرا من موقعی که داشتیم از جافر لیک میومدیم پایین و تو راه برگشت من تصمیم گرفتم دیگه ولاگی نگیرم، با اینکه منظرهای قشنگی داشت، حتی شاید کانورسیشن بین من و دوستام من باحال بود، جذاب بود برای کسایی که دارن ولاگ رو میبینن، ولی دوست دارم اینطوری بهش نگاه بکنم که موقعیت شغلی من به عنوان یک کانتنت کریئتور، به عنوان یک محتواساز ایجاب میکنه که من همیشه این دوربین دستم باشه، هر کانورسیشنی که هست رو محتوا بکنم. من از تولید محتواست که زندگیم رو میگذرونم، ولی دوست دارم اینطوری بهش نگاه بکنم که بعضی وقتا ماها باید دوربینمون رو زمین بذاریم و از اون لحظه‌ای که داره اتفاق میفته بیشترین برداشت رو داشته باشیم. ببین واقعیتش اینه که نه تنها تو باید از اون لحظه‌ای که داری زندگی میکنی لذت ببری و بفهمی که داره چه اتفاقی میفته، بلکه اون کسایی هم که با همن، دوستای من که با من میان، در واقع میدونن که من قرار ولاگ بگیرم ولی همراه من میان، شاید اونام به یه چند دقیقه این که بخوان توی خودشون باشن، از لحظهشون لذت ببرن، به این فکر نکنن که همیشه دوربین روشونه و ممکنه لحظاتی که نمیخوان رو حالا ثبت بکنه. و اینو میتونی به تمام شغلای دیگه هم تعمیم بدی دیگه. میدونی میتونی فکر کنی که کجاهای زندگیت کارت داره تو رو از اون لحظه‌ای که داری زندگی میکنی دور میکنه. من نمیگم شما هیچ وقت نباید به کارتون فکر کنید، ولی از اونورم اینطوری نیست که تمام مدت باید فکر و ذهنتون کار باشه و اینکه چه جوری بتونید زندگیتون رو ببرین جلو. میدونی ما ایرانی‌ها هم که خدا رو شکر کردم از این باغ بری میرسد دیگه. کسایی که تو ایرانن با یه سری مشکلات دارن دست و پنجه نرم میکنن، کسایی که خارج از ایرانن دارن یه سری مشکلات دیگر رو تجربه میکنن. برای همین دعوتتون میکنم که هر از چندگاهی از فکر پول در آوردن و کار و خوشبخت شدن و اینا بیاین بیرون و به همون لحظه که دارید راه میرید، یه منظره میبینید، یه بستنی دارید میخورید، یه نمکی دارید تست میکنید، فکرتون پیشمون باشه. و اینکه در راستای اون سفری که رفتیم یه سری پکیج گرفتیم، میخواستم در مورد این صحبت بکنم که چرا بعضی از پکیج‌ها رو اصلا کانادا نمیفرستن، چرا خود ماها نمیخوایم که بعضی از پکیج‌ها بیاد کانادا. ببین دلیل اصلی ایشون دیوتیزی که گفتم نمیگیرن ازتون اگر که پروداکتتون آمریکایی، کانادایی و یا مکزیکی باشه. بعضی موقع اگر بسپوریش به دست شرکت‌های شیپینگ یا حالا پست یا UPS یا فدکس یا تمام این شرکت‌هایی که وجود دارن، اونا زیاد براشون مهم نیست، اونا میخوان بیشترین پول رو بگیرن و یه درصدی روی دیوتیز و تکس از شما چارج میکنن. برای همین شاید بعضی موقع کارشون رو درست انجام ندن، بیشتر باید بدوی دنبالشون، کلی نامه‌نگاری داره. برای همین ترجیح میدم که کار ترخیصش رو در واقع خودمون انجام بدیم. اینجا رو ببین چقدر باحالن اینا.
ببین شاید باورت نشه ولی اینجا انقدر خوشگل میشه تو پاییز که من اصلا نمیتونم حرف بزنم. تا میام حرف بزنم چشمم میفته به یه چیزی، حواسم پرت میشه. و اینکه ببین توی آمریکا و کانادا همه چیز رو نسبت به ریسک میسنجن. اگر که کمپانی نوپاتری داشته باشی و پروداکتی که داری تولید میکنی و فکر کنی اگر که بخواید به کانادا بفرستی یا به جاهای دیگه دنیا بفرستیشون ممکنه گم بشن یا برات هزینه داره، معمولا این کارو نمیکنن و اون ریسک رو میذارن به در واقع هولی شیت. اگه پاییز بذاره ما 2 کلمه حرف بزنیم. میان این ریسک رو میذارن به عهده خریدار و میگن که آقا توی که خریداری خودت ببین میخوای چی کار بکنی دیگه، میخوای خودت بیای پیکاپش بکنی از یه جای دیگه، میخوای بفرستی خونه فامیلتون برات بفرسته اگر که حالا همچین کسی موجود هست. در مورد روتین جدیدم بهتون نگفتم. جدیدن من صبح میام تقریبا یه 3-4 کیلومتر راه میرم، ناشتا میام راه میرم به امیدی که وزنم کم بشه دیگه. میدونی فقط به خاطر سلامت روانم نیست، اینکه وزنم کم بشه و به وزن کم کردن من کمک بکنم هست، امید اون رو هم دارم. ولی صبح میام این مسیر رو راه میرم، معمولا یه کافی میگیرم ولی چون داشتم ولاگ میگرفتم تصمیم گرفتم که کافی نداشته باشم چون که دستم پره دیگه. میدونی برنامه‌ام هست که توی ماه اکتبر اگه زمان و همه چی اجازه بده یه ولاگ دیگه بذاریم که مخصوص هالووینه. دوست دارم که برم جاهای مختلف هالووینی رو بهتون نشون بدم تو ونکوور. بعضی از خونه‌ها هستن که ببخشید اگه صدای آب خیلی زیاد شد شرمنده، من الان اومدم کنار رودخونه، ولی خونه‌هایی هستن که خیلی عجیب و غریب دکوریت میکنن خودشونو، باحاله. میریم و یه ولاگو کلا در واقع وقف هالووین میکنیم و ببینیم که تو ونکوور چجوری جشنش میگیرن. دمتون گرم که تا اینجای ولاگ رو با من همراه بودین. این 2-3 روز من رو با من سپری کردید. تا ولاگ بعدی فعلا بای بای. ساعت رو نشون بده بهشون. سخت علی داییشون اومد انگیری بهت بنده. و اینو میتونی به تمام اشغال دیگه هم اشغال. هنوز خجالت میکشم جلو آدم صحبت کنم، اینه که بده.